السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. کرونا اومد، اما اومده که ما را زنده بکنه، نه اینکه ما را بکشه. کرونا برای کشتن و از بین بردن ما نیومده. کرونا اومده تا وجدان خفته انسانها را بیدار بکنه. کرونا اومده تا ما را از خواب غفلت بیدار بکنه. کرونا اومده تا به ما نشون بده که ما چقدر عاجز هستیم و ما چقدر ضعیف هستیم. کرونا عظمت خالق را به رخ ما میکشه که الله متعال چه قدرتی داره که بشر با اون همه قدرتشو، زورشو، علمشو، تکنولوژیش در برابر یک میکروبی که با چشم دیده نمیشه عاجز مونده. کرونا با چشم دیده نمیشه، اما از همه قاره ها داره گذر میکنه، از همه فرودگاه ها داره گذر میکنه، همه مرزها را در مینورده، کسی نمیتونه جلوش بگیره. تمام دنیا رو به هم زده، خواب از چشم همه گرفته. حکومت ها با اون همه قدرتشون، با اون همه ادعاشون در برابر این موجود ریز، در برابر این موجودی که با چشم دیده نمیشه، همه زانو زدن و تسلیم شدند. کرونا اومده به ما بگه که پروردگاری هست، قدرتمند، توانا، قادر، که در یک چشم به هم زدن اگر بخواد میتونه ما را کن فیکون بکنه، دنیا را کن فیکون بکنه. این موجود ریز اومده تا به ما درسی بده که ای انسان غافل، ای انسان ظالم، ای انسان مغرور، از خواب غفلت بیدار بشو. تا دیروز همه فکر میکردیم که کرونا فقط تو چین اومده. چینی ها با اون همه ظلمی که به مسلمانان مظلوم میکنند و کرده اند دچار عذاب الهی شده اند، اما امروز از همه مرزها رد شده و به تمام کشورهای اسلامی هم سرایت کرده. لشکری از لشکریان الله که کسی به جز خودش نمیتونه جلوش بگیره. با این لشکر ریز که با چشم دیده نمیشه، تمام اجتماعات و تمام مدارس و دانشگاه ها و معابد و مساجد و شرکت ها را همه تعطیل کرده. اما ما چه کار کردیم؟ ما مسلمانان چه کار کردیم که کرونا حتی لذت عبادت در مسجد را هم از ما گرفته، لذت نماز در مسجد را از ما گرفته، لذت نماز فجر را از ما گرفته، حتی طواف کنندگان کعبه را هم از طواف محروم کرده. واقعا جای اشک و گریه داره، جای غم و اندوه داره. باید دلها بلرزه، چشمها گریان بشه. ما کرونا را دیدیم، ازش شنیدیم و ترسیدیم و ما را به فکر و به غم اندوه داشته. اما مصیبتی از این بالاتر که ما را از مسجد محروم کرده، از نماز جماعت محروم کرده، از طواف محروم کرده، از عبادت هامون محروم کرده، آیا این مصیبت را درک کردیم؟ اگر کرونا فقط یک طوافی برای لحظاتی را هم متوقف میکرد، این کافی بود که ما دچار غم و اندوه بشیم و چشمامون گریان بشه. اما با این همه که مصیبتی بزرگتر از مصیبت کرونا هست، این که ما از جمعه محروم شدیم، از اجر و ثواب نماز جمعه رفتن محروم شدیم، از اجر ثواب خطبه محروم شدیم، از اجر ثواب قدم هایی که به سوی مسجد برمی داشتیم محروم شدیم، از اجر ثواب نماز جمعه محروم شدیم، نماز جماعت محروم شدیم، اجر ثواب دعای بین اذان اقامه و سجده هایی که در مسجد می کردیم محروم شدیم، اجر ثواب کسانی که در مسجد تا شروق شمس و آفتاب می نشستن و نماز اشراق می خوندن، نماز چاش می خوندن. اونهایی که به این چیزا پایبند بودن میدونن که من دارم چی میگم. اما دلهای ما سنگ شده، سیاه شده.
قلب ما مثل یک سنگی شده، اشکی از چشمان ما جاری نمیشه به خاطر این مصیبتی که بزرگتر از مصیبت کرونا است. اخبار تعطیل شدن مساجد و حرمین و طواف و همه اینها داریم با کمال راحتی داریم رد بدل میکنیم، در حالی که در دل ما غم اندوهی نیست. میترسم که الله متعال نظرش برگشته باشه، میترسم الله متعال اراده کرده که ما را عوض بکنه با قوم دیگه. ان تتولوا وان تتولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکون امثالکم. اومده ما را از خواب غفلت بیدار بکنه. اگر کسی از این کرونا، از این بلا و از این پیام الهی و از این مصیبت و این وبای عالمگیر اگر دلهایی باشن که بیدار نشن، منتظر باشن که بلای سختری بیاد، چون وقتی در خواب هست، کسی که در خواب هست با یک تکانی بیدار میشه، اما کسی که خوابش سنگینتره تکان سنگینتر میشه. هر چقدر خوابهای ما سنگینتر باشه، غفلت ما بیشتر باشه، دلهای ما سختتر باشه که این ویروس کرونا که هنوز شروع نشده، آینده را الله میدونه که چی میشه. اگر کسی بیدار نشد، اگر کسی از غفلتش بیدار نشد، اگر بیدار نشد، اگر از گناهان دست نکشید، اگر به سوی الله بر نگشت، اگر از کرونا باعث توبه نشد، کرونا باعث برگشت به سوی الله نشد، منتظر بلای سختری باشید، منتظر باشید تا الله با تکان شدیدتری ما را از خواب غفلت بیدار بکنه. پس تا اون بلا نیومده از خواب غفلت بیدار بشیم، توبه بکنیم به سوی الله. ما نیاز به توبه و استغفار داریم ای اهل ایمان، ای مسلمانان. نیاز داریم به توبه، دست از گناه و معصیت بکشیم، دست از گناه و معصیت بکشیم. انواع گناه ها داره، در منطقه و در تمام جاها علنا داره انجام میگیره. بر بگردیم به سوی الله. الله متعال ما را با این وبا میخواد، با این ویروس میخواد ما را بیدار بکنه، دلهای مرده ما را زنده بکنه. اگر واقعا کسی بیدار نشد، اون انسان قلبش مرده. فلولا اذ جاءهم بأسنا تضرعوا. گریه بزاری بکنیم، دعا بکنیم، از الله متعال استغفار بکنیم، کوچک بزرگ، زن مرد، همه باید دست به سوی الله دراز بکنیم تو خونه هامون. اگر از مسجد محروم شدیم، از نماز جمعه و جماعت محروم شدیم، الله متعال در خانه هم میشه گریه بزاری که تضرع کرد. ای انسان های مسن، پیر مردها، پیر زنها، مسن ها، بزرگان، ریش سفیدان، سحرگاه بلند بشیم، به سوی الله تضرع و زاری بکنیم، از الله بخواهیم ربنا اکشف عنا العذاب انا مؤمنون، ربنا اکشف عنا العذاب انا مؤمنون. پیامی از پروردگار خشمگینه که بر ما خشم گرفته، که ما را از مسجد محروم کرده، ما را از نماز جماعت محروم کرده، ما را از خطبه محروم کرده، از جمعه محروم کرده، از نماز فجر محروم کرده. از الله بخواهیم که ما را محروم نکنه. بر بگردیم به سوی الله، توبه بکنیم. خواهران مسلمان، دست از بی‌حجابی بکشید، دست از عطر آرایش و کلون زدن در جمع در بین نامحرم بکشید، از بیرون رفتن با موهای برهنه، با لباس تنگ و نازک، با لباس غیر اسلامی دست بکشید. شما سبب هلاکت ما میشید. برادر مسلمان، جوان مسلمان، دست از بینمازی بکش، دست از مشروب خورید بکش، دست از دختر بازید بکش، دست از بی بند بارید بکش، به دنبال مدل های غریبی کشن دست بکش. پدر خانواده، فیلم های جیم، کانال جیم رو از خانه خودت دور بکن. فیلم های هندی و زننده و رقص های زن های لخت نیم لخت را از خونت پاک بکن. جوان مسلمان، گوشی هات را از آنچه که الله راضی نیست پاک بکن. دست از گناهان بکشیم، گناهان زیاد شده، مشروب خوری زیاد شده، مواد مخدر، دختر بازی و چشم چرانی و زنا و فحشا و منکر و خیانت زن به مرد، مرد به زن، همه اینها زیاد شده. الله متعال میخواد ما را بیدار بکنه، دست بکشیم از گناه. تا وقتی توبه نکردیم، استغفار نکنیم، خالصانه به سوی الله بر نگشتیم، الله متعال دست از سر ما بر نمیداره.
تا دیر نشده بر بگردیم برادران من و خواهران من به سوی الله توبه بکنیم. علاج این بیماری و این ویروس، این وبا فقط استغفار و رجوع الی الله هست، به سوی الله تضرع. فلولا اذ جاءهم بأسنا تضرع زاری، گریه، به سوی الله دست دراز کردن، پیشانی را بر خاک مالیدن، پشیمان شدن، ندامت، استغفار، توبه، عزم جزم داشتن که من به گناه بر نگشتم، از گناه دست کشیدن، از دروغ و رشوه خواری و احتکار و از مال مردم خوری و ربا خوری و غش در خیانت در امانت و غش در معاملات و کم فروشی و همه اینها دست کشیدن، عروسی های منکر و رقص زن و مرد و مشروب خوری در عروسی و مراسم عروسی های منکر، عروسی های اختلاط با اختلاط زن و مرد که درش مشروب خوری میشه، درش مخنث ها میان رقص میکنند. تا وقتی دست نکشیم الله دست از سر ما بر نمیداره.